خیز بلند امارات برای خرید منچستر. به گزارش ایندیکایلا پیشنهاد اول کنسرسیوم اماراتی برای خرید یونایتد رد شده. اماراتی ها بسیار جدی هستن تا بتونن منچستر رو بخرن. اونا از دیوید بکام برای نهایی کردن این کار کمک گرفتن. دو خبر از بارسا. با علم لاپورتا بارسا از سوپرلیگ انصراف داده. دکو هم گفته ما در پنجره زمستانی قصدی برای جذب بازیکن نداریم. شایعه یا واقعیت؟ به گزارش کادناسر از اسپانیا احتمالاً قانون آفساید آرسن ونگر در جام جهانی 2026 اجرایی بشه و در صورت موفقیت در لیگ‌های برتر هم اجرا خواهد شد. خبر خوش، آرتتا گفته مادوکه خیلی به برگشت نزدیکه. خوشبینیم که به زودی دوباره میتونیم اون رو در ترکیب داشته باشیم. اقدام برای برگشت. بارسا درخواست خودش برای برگشت کارت زرد دوم هانسی فلیک رو به لالیگا ارسال کرده. رقابت یونایتد با رئال. به گزارش تیم تاک آدام وارتون هافبک 21 ساله کریستال پالاس که رئال هم بهش علاقه داره تبدیل شده به هدف اصلی یونایتد در زمستان. بند فسخ اون 70 میلیون یورو خواهد بود. عجله نمی‌کنن. به گزارش مارکا رودیگر در بهترین حالت اواخر نوامبر به تمرینات برمیگرده. خود باشگاه هم نمیخواد در مورد برگشت بازیکن عجله کنه. صدای فوتبال.